سلام. 1200 عضو اردوی ملی، امنیت ملی و پلیس از کورس تعلیمی کماندو فارغ شدند. وزارت دفاع ملی میگوید این نیروها به زودی در ولایات مختلف جابجا خواهند شد. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان، گفته باور بر این که با افزایش خشونت در میز مذاکرات امتیاز حاصل شود یک محاسبه اشتباه است و افزوده ادامه حملات پروسه صلح را پیچیده‌تر و افغانستان را با مشکلات روبرو خواهد کرد. حکومت میگوید طالبان از نیت نیک دولت و ملت استفاده نادرست میکنند. صدیق صدیقی، سخنگوی رئیس جمهور، گفته است طالبان مسلح حملاتشان را بالای مردم افغانستان دوچند کرده است. دکتر عبدالله، رئیس شورای عالی مصالح ملی، با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کرده است. روحانی در این نشست گفته است کشورش از پروسه صلح افغانستان حمایت می کند و در یک شبانه روز گذشته 5 تن از اثر مریضی کرونا در کشور جان باخته است. وزارت صحت عامه می گوید در این مدت 87 واقعه مثبت دیگر نیز به ثبت رسیده است.